ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام علیکم برادران خیلی عزیز و خیلی گرامی. اولا همه شما برای این روز بندگی خدا به این مسجد خوش آمدید و از پروردگار مسئلت دارم که خدای مهربان در هر قدم های شما حسنات کتابت بفرماید و همه سیئات شما را، همه گناه و لغزش های شما را خدای مهربان مغفرت بگرداند و همه شما را خدای مهربان عمر دراز و خاتمه بخیر و آینده نیک را خداوند نصیب بگرداند و هر آرزو و امیدهایی که در دل اهل این جمعیت است خدایا با فضل و کرم خود برآورده بگردانی و محبت بندگی را، محبت قرآن و اسلام و محبت این ادا کردن نماز جمعه را در دل ما باز هم بیشتر، در دل اولاد و اجداد ما و در دل آن بندگانی که امروز به خاطر این دنیا شده ترک این فرض الله دارند، در دل اونها هم خدای مهربان عشق این نماز جمعه را جایگیر بگردانی و خدایا خاتمه کار ما بندگانت را بخیر و خدایا این وطن ما را، این جمهوری ما را آباد و زیبا بگردانی. آمین و رب العالمین. میخواهم یک حدیثی را از حبیب خدا تحلیل کنم و بعدا انشاءالله موعظه ما و شما امروز دوام همون جمعه گذشته که سوالهای خیلی زیاد داریم جواب میگردانیم. حدیثی هست که راوی این سلمان فارس است که من جمعه گذشته یک حدیث را از حضرت سلمان برای شما خواندم که همگی حضرت 57 حدیث از حبیب خدا روایت کردگی هستند و این جمعه هم خواستم یک حدیث را از حبیب خدا که روایت کنندر سلمان فارس است به گوش شما برسانم. سلمان فارس خدا رحمت و مغفرتش کند که جمعه آینده من برای شما قصه اسلام آوردن ایشان حکایت کرده بودم و بسیار یک حیاتی خوب را سپری کردند، بسیار عشق ورزی در راه بندگی خدا کردند، بسیار جانبازی ها در راه مستحکم شدن و برپا شدن دین اسلام جانبازی ها کردگی هستند و بسیار مردی با تقوا و بسیار مردی پرهیزکار بودند. حتی در حکایه ها میارد چند وقت میگوید با ابو دردا در یک جا زندگی میکردیم، در یک حولی بودیم، لیکن ابو دردا بسیار روزه میگرفت و بسیار شبها تا به روز عبادت میکرد. گفتم ای ابو دردا، این روزه های بیشماری که تو میداری و این بندگی که از شب تا به روز تو با داد و فغان و با یک جگرهای سوخته انجام میدهی، تا آیا حدیث حبیب خدا را فراموش کردی که رسول خدا گفتن این لبدنک علیک حق ولأهلک علیک حق ولزوجک علیک حق فاعطی کل ذی حق حقه. آیا این حدیث تو فراموش کردی که بدن بالای تو حق دارد، اهل عیالت بالای تو حق دارد، فرزندهات بالای تو حق دارد، هر صاحب حق را حقش را ادا کن. وقتی ابو دردا میگوید ای سلمان فارس، تو مرا از بندگی خدا من میسازی؟ گفتم نه، من نمیسازم، لیکن این چونین عبادتی که تو انجام داده ایستاده ای اینها را حبیب خدا نهی کردن. میگه وقتی ابو دردا نزد حبیب خدا که آمدن
و گفتند که سلمان همچنان میگوید، حبیب خدا چی گفتند؟ گفتند سلمان سرشار علم است. گفتند یعنی آن چیزی که سلمان گفتند حق گفتند و سلمان اینجا سر به سر گفتند همه گفتارش علم هست. از این خاطر بسیار آدمی گویم بزرگ و بسیار آدمی مجاهد در راه پروردگار و خدمتگار در راه اسلام بودند. از مال دنیا چیزی نداشتند، هیچ چیز از مال دنیا. حضرت سلمان در حکایه ها میارد که چیزی از مال دنیا نداشتند و حتی محبت این دنیا را هم در دلشان جای کردگی نبودند. وقتی سعد ابن ابی وقاص میگوید دوره ای که حضرت سلمان در نزع جان بود، در سکرات، حضرت سلمان دوره های ابوبکر در زنده بودند، حضرت عمر در زنده بودند، حضرت عثمان رضی الله عنه در جان به حق تسلیم کردند. وقتی میگوید سعد ابن ابی وقاص که من زیارت حضرت سلمان آمدم و نگاه کردم حضرت سلمان بسیار گریه دارد. گفتم ای سلمان این قدر گریه، پس چرا تو گریه میکنی؟ گفت والله که من برای دنیا و برای عمر و برای اینها گریه ندارم، بلکه این سیاهی که در اطراف من میبینی برای این سیاهی ها من گریه دارم. میگن مطلب سلمان از سیاهی همون مالی که در خانه داشت برای همون مال بود. گفتن وقتی سعد میگوید من نظر کردم به مال سلمان، نگاه کردم یک کاسه برای طعام خوردن داشت و یک آفتابه برای طهارت کردن. گفتن این دو چیز از من میراث مانده، از این سیاهی هستن. گفتن یعنی اشاره به این قدر محبتی بر دنیا نداشتند. همگی در حالت نزع جانش حکایه میکند عائلش که وقتی که جان به حق تسلیم میکرد گفت همان چیزی که من پنهان کرده بودم همون نزد من بیار. وقتی آوردن میگه در یک خلطه یک خلطه مشک داشت، یک خوشبویی داشت، همون گرفت گفت یک ظرف آب بیار. ظرف آب آورد، میگه در همون کوزه میگه همون مشک مثل آرد بود، میگه ریخت و همون میگه به دستش کمی میگه یعنی عررش کرد و گفت در اطراف من همین بپاش. گفتن همون خوشبویی را میگه در اطرافش پاشیدم. عائلش میگه و من امر کرد که از در بیرون شو. گفت و دروازه را بالای من بپوش. وقتی دروازه را پوشیدم میگوید یک لحظه پس وقتی دروازه را گشادم که جان به حق تسلیم کردگی بودند. یعنی از مال دنیا حضرت سلمان چیزی باقی نگذاشتند. همین دوست خدا حدیث روایت میکند که لا یغتسل رجل یوم الجمعه و یتطهر ما استطاع من طهر و یدهن من دهنه او یمس من طیب بیته ثم یخرج فلا یفرق بین اثنین ثم یسأل ما کتب له ثم ينصت اذا تكلم الامام الا غفر له ما بینه و بین الجمعه الاخرى. رواه بخاری. حبیب خدا چی گفتند؟ وقتی روز جمعه می شود گفتند بندگانی که در خاندان غسل میکنند، بندگانی که در خانه برای ادا کردن نماز جمعه پیش از نماز جمعه آبازی میکنند، بدنهاشون میشویند، تازه میکنند. و یتطهر ما استطاع، بدنهاشون پاکیزه میگردانند آن مقداری که قوت دارند، آن مقداری که قوت دارند بدنهاشون پاکیزه میگردانند. در دوام حدیث حبیب خدا گفتند بعد از شستن بدن بدنهاشون خوشبویی میکنند و یدهن من دهنه، بدنهاشون در خوشبویی میمالند. بعد از آن به سوی جمعه می آیند فلا یفرق بین اثنین. حبیب خدا وقتی که گفت در اثنای را به نماز جمعه می آید بین دو نفر جدایی نمی اندازد. مقصد وقتی از خانه که به نماز جمعه به مسجد می خواهد که حاضر شود، در راه می بیند که دو نفر صحبت کرده آمده ایستاده است، بین اونها نمی درآید، در بین اونها خودش را شریک نمی گرداند. زیرا در حدیث های رسول اکرم لا یحل لرجل
ای یفرق بین اثنین میگوید اجازت و حلال نیست برای شما وقتی میبینین دو آدم در یک جا صحبت دارد بین اونها در رفته اشتراک کنید یا رفته صحبت اونها را گوش اندازین. این اجازت در اسلام نیست. یا اینکه اگر وقتی ما و شما از خاندان که به نماز جمعه روانه میشویم وقتی در راه میبینیم که دو برادر با یکدیگر یک صحبت دارن، یک مسئله را حل دارن، شرط نیست که ما و شما در بین اونها درآییم، شرط نیست که صحبت اونها را ما و شما پاره و قطع سازیم. یا شارعای حدیث گفتند وقتی که تو آبازی کردی، بدنت خوشبویی انداختی، لباسهای زیبا و ببوی پوشیدی، در راه آمدن فقط به ذکر خدا مشغول باشی. تا اینجا آمدن باید تو از غیبت و از گپ‌های بیهوده باید دور باشی. افسوس که امروز بعضی از برادران ما و شما از خانه بیرون شدن تا نماز جمعه گوشت برادر مسلمان میخورند. تا اینجا آمدن چندین برادر مسلمانش غیبت کرده، چندین برادر مسلمانش دشنام داده می آید. حبیب خدا گفت اگر تو غسل میکنی، خوشبویی می اندازی و در راه با کسی آزار نمیدهی، وقتی نماز جمعه دا آمدی اشتراک کردی، ثم یصلی ما کتب له، بعد از آن تو نماز جمعه را که ادا کردی، ثم ینصت اذا تکلم الامام، حبیب خدا شرطات گذاشته ایستاده است. بعد شستنی بدن، بعد خوشبویی کردن، بعد آمدن به جمعه کسی را آزار نده، کسی را در راه تو غیبت و دشنام نده، در بین دو برادر که صحبت دارد تو سیومی اونها نشو. و دویم اینکه وقتی که امام خطبه میخواند، در حالت خطبه خواندن امام آرامی را تو باید رعایت کنی، آرام باشی. وقتی امام برایت در منبر و خطبه خوانی در سر میکند، حالت خطبه حالت گوش کردن است، حالت آرامی هست. حتی در حدیث های رسول اکرم میگوید اذا قلت لصاحبك یوم الجمعه انصت والامام یخطب فقد لغوته. حبیب خدا میگوید وقتی امام بالای منبر میبراید و خطبه میخواند، تو اگر میبینید دو برادر یا یک کس صحبت دارد، به جانب او گشته گویی خب کن، جمعه هاتان باطل میشود. حتی خاموش دارنده ثواب جمعه را نمیگیرد. کجا جایی که وقتی آدمی که در حالت خطبه خواندن امام گپ میزند یا گویم که به بیهوده گویی مشغول میشود. انا رسول اکرم گفت کسی که این عملها را انجام داد و به نماز جمعه آمد، این وظیفه ها را همگی را اجرا کرد، الا غفر له ما بینه و بین الجمعه الاخرى، انا که از این جمعه تا جمعه گذشته همه گناه های تو را پروردگار مغفرت میکند. زمانی که اگر تو بدنهای تازه و بدنهای خوشبوی و در راه گوشت برادر مسلمان تا نمیخوری، غیبت نمی اندازی، خب جنگ و فتنه و سخنهای بیهوده نمیگویی، بعد از آن آمده جمعه را ادا میکنی، در حالت خطبه خواندن امام به گپها و کارهای بیهوده مشغول نشدی، این ثواب و این بشارت پیغمبری خدا را تو برخوردار میشوی. برادرای عزیز و گرامی، اینجا یک سوال است، شاید نوبتی اون می آید نمی آید، درباره تازگی از همه شما دادرای عزیز. من باید در اطراف تازگی باید صحبت‌های کم داشته باشم، زیرا که همه شما الحمدلله که بچه های نمازخوانین، الحمدلله که چندین بارها از خوشبویی و از تازه گشتن شما چندین حدیث های رسول اکرم شنیدگی هستین. به این خاطر وقتی به نماز جمعه می آیین لباس های تازه تان پوشین، لباس های بیبوی بپوشین، لباس های افلاس نباشد، لباس های چرکین نباشد، کونه هم که باشد تازه و گویم بوی عطر داشته باشد. این حالت در شما بسیار یک ثواب کلانی را نائل می شوید. بعضی برادران حتی که همون جویربه هایی که می پوشند، در پهلوش برادرش از او شکایت دارد، در پهلوی او برادرش نشسته نمیتواند از بوی بدی بدن او یا از بوی بدی جوربی که وی پوشیده است.
از این خاطر تو در عزیز وقتی مسجد می آیی بدن تو باید به بوی باشد که این در حتی در نزد گویم عبادت و در نزد هر یک عمل انجام می دهی و حسنات و نیکی های تو را دور می گرداند. السلام علیکم اکای حاجی مرزا، سوال دارم. آدمایی که شرایط ندارند دسترخوان کردند قربانی کردند اگر کنند چی می شود؟ دویم، غسل در خنکی، در بیسویتی، در بیشرایطی، آب خنک البته ضرر دارد، چی باید کرد؟ برادرانی که الحال سخن مرا شنیده ایستاده این یا اینکه گویم کسی که نباشد آینده هم این سخن مرا میشنود، من در اطراف آن شخصانی که شرایط ندارند لیکن روز یکشنبه به همه ما و شما معلوم است که عید قربان است و این روز ما و شما با زمین نداشتن، با زمین بی شرایط بودن، باز گویم با طریق قرض است، با طریق یگان اسباب خانه را فروختن است تا که دسترخوان من آرا و تارا و تا که دسترخوان من از دسترخوان مثال گویم فلان بای بچه هیچ فرق کننده نباشد. این صحبت ها را خیلی ما طولانی در باب صدقه برای شما صحبت داشتیم. اسلام هیچ وقت دینی سختگیر نیست، هیچ وقت بالای ما و شما هیچ مشکلات از زم کردنی نیست، بار کردنی نیست. خداوند در قرآن لا یکلف الله نفسا الا وسعها، هیچ بنده را از قوتش دیده زیاد تکلیف نمیتون، هر یک انسان موافق قوتش. به این خاطر دادرای عزیز اگر شما اراده ثواب داشته باشین و قرض کنین یا چیزی از خانه را فروخته و دسترخوان هاتان را زیبا کنین یا اینکه گویم که شرم و حیا گویا شرم خودتان شکندنی باشین، شما در این دسترخوان چیزی از ثواب نائل نمیشوید. یا اگر برادری که قرض میکند و قربانی میکند اینم ثواب ندارد. قربانی برای آدمی بای است، برای آدمی با دولت است، برای آدم هایی که بی شرایطند، دولت ندارند، مال ندارند. به گردن شما خداوند قربانی را واجب نگردانیده است. برای چی ما خودمان آن چیزی که به ذمه من واجب نیست به ذمه خود به دوش خود میبرداریم؟ از این خاطر هیچ ثواب در آن دسترخوان نیست. دادرای عزیز دیگر که زمانی او شرم و زمانی که همسایه مرا طعنه میکند و زمانی که مثال دیگر و دیگر اینها را دیگر ترک کنیم. برادرای عزیز امروز ما باید پیرو قرآن و پیرو احادیث های رسول اکرم شویم، پیرو گفته های مردم نشویم. وای به حال همون مردمی که آمده و دسترخوان مرا نگاه کند که اگر دسترخوان من خراب باشد و او طعنه بر دسترخوان من کند، والله که وای ایمانش کامل نیست، وای ایمانش کامل نیست. او چی حقوق دارد که دسترخوان مرا گویم کم بودیش میگیرد؟ وای نمیداند که حال من چگونه هست. از آن که من شکم این گونه تن پرستا را سیر میکنم، شکم فرزندم، شکم عائلم برای ما فرض و واجب است. اینا برای ما ضرور هستند. چی کنم که وقتی همسایه مرا طعنه نکند گفته و برای او بهترین دسترخوان آماده کنم، لیکن از بعد عید بعد در ادای قرض کنی شوم؟ این چی معنی دارد؟ برای همین دادرای عزیز و برادرای مهربان وقتی چی دسترخوان را که میبینین زیاد دارد کم دارد، باید که شکرانه به سوی خدا کنین، دعا کنین کم باشد خدا نعمت در این خاندان زیاد کن. رفتین میبینیم دسترخوان خوب است، باز دعا کن که خدایا باز سخاوت این مرد زیاد کند. بالای دسترخوان او ما در حال گویم غضب و قهر پیدا نکنیم که از کجا آورد و از کجا آورد و فلان فلان. برادرای عزیز مسئله دومی که گفتن بسیار جوانالی سوال ها، چند سوال است اینجا.
که سحر میخیزیم احتلامی شدیم. مثال شرایط نیست که آب گرم کنیم، یا اینکه بعض انسان‌های هستن میگوید با عائلت خانه‌داری میکنی، سحر میخیزی، شرایطی آب گرم کردن نیست، چیکار کنیم؟ تا حد امکان همه شرایط دادرای عزیز استفاده میبریم، همه شرایط، چی با طریق گاز باشد، چی با طریق هیزم باشد، چی با طریق سویت باشد، از همه این اگر محروم باشی و هیچ امکانیت پیدا کردن آب که نباشد، این حالت در شما طهارت خالی کنین، نمازاتون خوانین تا زمانی که با این شرایط برای شما مهیا شدن. شرایط 1 ساعت بعد یا 2 ساعت پس مهیا که شد، اون زمان غسل کن، باز برای نماز پیشینت دیگر با یک طهارت پوره و با یک بدن گویم تازه تو نماز تا میخوانی. لیکن در حالتی که نباشد شرایط، شما با آب خنک آبازی نکنین که این ضرری در بدن شما میشود. اینجا یک برادر دیگر هم تکلیف کردن در حق همون برادرهایی که در همین مسجد نو، در همین ساختمان نو سهم گذاری دارند، در حقشان دعا کنید. گفته اینجا یک چند برادرها را من نام میگیرم، در حقشان دعا میکنیم، اگر چندی که خیلی زیاد هستند. برادرمان حاجی عارف، خدا در عمر و جانش برکات دهد، که حتی در همین مسجد پهلوی نوی که کردیم خیلی سهم گذاری کلان کردند. در این اطراف، در این هم کمک ایشان وجود دارد. و دیگر برادرمان اکی خیرالله بود، یک برادر دیگرمان عبدالجلیل از مسچا هست، اونم کمک کردند. یک برادر دیگر داریم میرزاخان از حصار، وی هم در همین بنای مسجد نو سهم گذاری دارند. و یک برادر دیگرمان اکی مراد که از همین انگورباغ است، سوخاز انگورباغ، که در حق مادرشان گفتند دعا کنیم. مادرشان هم یک آدم پیرانسال حاجیه هست، خداوند حجهاش قبول بگرداند و خداوند خاتمه بخیر بر این مادر نصیب بگرداند و فرزندهاش خدا از همه آفتها در حفظ امانش نگه دارد. و برادرمان دیروز از خوجندم اکی ناصیر هم مبلغ روان کردند که در همین مسجد برای بنای مسجد. و یک برادر دیگر همین سحر باز یک مبلغ دادن که در همین مسجد صرف کنید گفته. و دیگر انشاءالله باز در آخر جمعه من شخصانی که کمک کرده ایستادن میخوانم. خدا همه اون بندهانی که در این مسجد سهم گذاری میکنن، از آن جمله این بنده هایی که الحال نام ایشان خواندیم، به همه مراد و مطلوب ها خداوند موفقشان بگردانی. آمین و رب العالمین. السلام علیکم داملای عزیز، بگویید که آیت های منسوخ شده در نماز خوانده می شوند به مانند آیت 6 سوره کافرون. با احترام یکی از مخلصان شما. بله، البته آن آیت هایی که منسوخ شده که در قرآن هستند، این آیت ها را ما در نماز، در عبادت استفاده می بریم. اینا در نماز خوانده، البته در نماز خوانده می شود. اینا هیچ زیان و زللی ندارند وقتی ما آیت های منسوخ شده را اگر در نماز استفاده بریم. خب، السلام علیکم حضرت داملا. آیا ما از بعض داملاها تبرک گفته چیزی میگیریم؟ آیا درست است یا نادرست؟ یعنی در مردم ما و شما هم کلمه تبرک استفاده می شود. تبرک اصلا خودش کلمه عربی هست، معنای برکات را دارد، معنای مبارک را دارد، معنای هدیه را دارد، معنای تحفه را دارد. تبرک. حضرت عروه که در صحیح بخاری روایت می شود میگوید که در یکی از جنگ ها حبیب خدا وقتی که آب دهانشان می پرتافتند، آب دهانشان که می پرتافتند در جنگ نه بلکه در صلح حدیبیه،
وقتی آب دهانشون که در صحیح بخاری روایت میشه میپرتافتند، صحابه های گرامی میگوید دستهاشون پهن میکردن که همین آب دهان پیغمبر در زمین نزند. در دستهاشون میگرفتن و در رخساره هاشون میمالیدن. یعنی این تبرک جستن هم از روی این حدیث های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای ما و شما سنت شده است. و حتی حضرت انس هم میگوید که در حجة الوداع، آخران حج که حبیب خدا حافظی میکردن، در همین حج حضرت سرشان تراشیدن. وقتی تراشیدن مویه های دستشان میگوید در دست حضرت ابو طلحه دادن و حضرت ابو طلحه این مویه های سر چیکار کردن؟ میگوید به همه صحابه ها تقسیم کردن که به هر کدام او یک تاری و دو تاری از موی پیغمبری خدا رسید. اینم با حیث یک چی بود؟ با حیث یک تبرک بودند که با صحابه های پیغمبری خدا تقسیم میکردن. حضرت عایشه صدیقه میگوید که وقتی حبیب خدا از دنیا گذشتن، جامه مبارک میگوید در خانه من بود. هر آدمی که بیمار میشد این جامه مبارک ما میشستیم، آب او را برای دعوا برای بیمارها میدادیم. اینم به حیث چی بود؟ به حیث تبرک بود. از این خاطر امام نووی در شرح شارح صحیح مسلم میگوید تبرک جستن به خاطر انا همین حدیث حبیبی خدا از لباس آدمای صالح و عالم ها هم جایز است گفتند که را امام نووی شارح صحیح مسلم هم اجازت دادند. حتی خدا رحمت کند که ابن جوزی هم روایت میکند، تاریخ ابن کثیر هم میگوید، یعنی عینی حنفی هم خدا رحمتش کند در عمدة القاری هم میگوید که امام احمد حنبل لباس امام شافعی را شستن، آب همون امام احمد حنبل نوشیدن، حضرت امام شافعی را. به این خاطر تبرک گرفتن این البته به البته جایز است. ما و شما تبرک از آدمای خیلی با تقوا و اهل علم و پرهیزکارا، ما و شما چه از طبقشان چیز باقی میماند مثال میگیریم تبرکن میخوریم، این بسیار ثواب خیلی بلند دارد. به این خاطر تبرک البته درست و جایز است. السلام علیکم برادر عزیز اکای حاجی میرزا، خداوند پدر و مادر شما را عمر دراز و تنی صحت نصیب گرداند که چنین فرزند صالح را به دنیا آوردند. برادر عزیز از شما خواهش دارم که با یک سوال من که نافهمه هست جواب گویید. مادر من 5 وقت نمازش را میخواند، روزه های گوناگون میدارد، لیکن وی با فرزندهای خود را فقط دعاهای بد و میگوید که در دهن شما فلان و بهمدان کنم که ما شیر این مادر را همه فرزندان خوردیم. میگوید که مادر خوک شد، خوب وانیش کن. آخر ما فرزندانش همه نمازخوان و اسلام شناس هستیم. ما میگوییم که این رفتار شما نادرست است و این نمیفهمد. با چنین مادری که ما فرزند او هستیم چگونه رفتار کنیم؟ التماس با این سیاه‌بختی را روشنی اندازید، زیرا که ما نمیدانیم چی کار کنیم. این سوال را به آیت های قرآن و احادیث های نبوی فهمانید که ما برادران همه کسیته های شما را گوش میکنیم و در آخر در حق این مادر عزیز ما دعا کنید که خداوند مهر فرزندی را در دل و ایمان او جای کند و در حق ما نیز دعا کنید که ما برادران مسلمان های شما هست، مخلصان شما هستیم. راستی بار این گونه متن ها را، این گونه جمله ها را انسان وقتی میخواند باور کن والله که خیلی ناراحت میشویم، خیلی ناراحت میشویم وقتی که مادر یا پدر فرزند را حقارت میدهد. وقتی مادر دهانی چی دختر باشد چی بچه نام میگیرد، این خیلی گویم از ایمانداری و از خدا ترسی خیلی و خیلی دور است. افسوس که حبیب خدا در حدیث های مبارک گفتند مادرت را بعد از آن پدرت را خدمت کن. گفتند مادرت را بعد از آن پدرت را. لیکن مقصد از مادر، وقتی ما مادر میگوییم مقصد از مادر چی میبراید؟ تربیت کننده. مقصد از مادر چی میبراید؟ آداب دهنده. مادر وقتی میگوییم مادر شخصی باید باشد که همیشه در بهبودی فرزند کوشش کننده باشد.
بهترین تربیت کننده این فرزند آشنا و شناس میکردگی به سوی خدا باشد. وقتی این گونه مادر این گونه معامله را به فرزند میکند، آیا نمیداند که برنامه اسلامی را وی ویران کرده است؟ آیا وی نمیداند که از نام این گونه مادر نام مادریش خط زده می شود؟ چگونه ای که عالم ها در نزد خدا قدر دارند، قیمت دارند، لیکن عالمی با عمل باشد. عالمی به عملی که برای خیانت اسلام و برای گویم طله و تاراج و برای گویم فقط راحت خودش در بین مردم اگر زندگی کند، این گونه عالم در نزد خدا قدر و منزلت ندارد. و این چنین آن مادری که حقارت دهنده فرزند باشد، این چنین مادری که آزار دهنده و گویم که دشنام کننده فرزند باشد، وی مادر نیست. وی گویم یک میکروبی هست که وی ضرر او فرزند به فرزند، نبیره به نبیره تاثیر میکند. به این خاطر این دادرای عزیز ما چیکار کنیم که خداوند در قرآن احترام پدر و مادر را بالای همه ما و شما فرض گردانیده است، لیکن ما او را دشنام نمیدهیم. لیکن آنچنان مهربانی که به اون مادرای غمخوار داریم، به این گونه مادر و پدر ما غمخواری نمیکنیم. چگونه ای که اونها بی رحم و بی انصاف نسبت فرزندان، ما نیز نسبت اونها بی رحم و بی انصاف هستیم، لیکن دشنام شو نمیکنیم. فرزند باید وی احترام کند. پدر و مادر وظیفه دارند. وظیفه اونها چیست؟ فرزند باید خوب تربیت کنند، فرزند باید با خدا شناس کنند، فرزند نام خوب گذارند، فرزند خط نکنند. این وظیفه های پدر و مادر است. ما را پدر کرده است گفته و اون مادرها را مادر کرده است، دیگر گویا بیغم گشتن بگیریم و هر جبری که داریم بالای فرزندا روان کنیم و از فرزندا باز ما مهربانی و غمخواری را طلب کنیم، این نصیب ما و شما نمی شود. این خیلی بی‌حیایی است، این خیلی خدا ناترسی است. اون نماز وی، روزه های گوناگون وی به خدا قسم به منزله یک کرم لای خورک در نزد خدا قدر ندارد. این معنای را ندارد من 5 وقت نماز ما میخوانم لیکن بچه و دختر ما حقارت میدهم، بچه و دختر ما از خانه گریزان میکنم لیکن من 5 وقت نماز و روزه دارم. این نماز و روزه تو را دستگیرت نمیشود. خداوند در قرآن صراحتا گفته است نماز انسان از کارهای بد باز می‌دارد. پس چرا این باز نداشت؟ حالا که خدا گفته ایستاده است تو نماز بخوان، الله تو را از همه کارهای بد باز می‌دارد. معلوم میشد که نماز این دروغ است، نماز این از برای خدا نیست. اگر نماز از برای خدا میشید، این در دهن فرزند و دخترش دشنام کننده نمیشد، این بلکه مهربانی میکرد. حیف این چنین مادر و این چنین پدر. نام پدری و مادری را به خدا قسم این دو طایفه حرام میگردانند. وقتی که به فرزند خود یا با کلین خود اگر وقت دشنام دهنده باشند. بسیار از این گونه پدر و مادرها امروز بچه هاشون در ما شکایت دارن. بعضی هاش میگن حاجی اجازت نمیدهی که یک لط کوبش کنیم. به خدا قسم تا این اندازه آمدن، لیکن ما هیچ کدام او را فتوا ندادیم که شما پدر و مادر را لط کوب کنین. بیزار شدن فرزندا، معامله هاتون خوب کنین که آینده دیگه ما را هم گوش نمیکنن، در کار شوند دیگه شما را حتی قتل تا نمیکنن وقتی اگر بیرحمی و بی انصافی کنین. برای همین هر چیزی که خدا و پیغمبر گفته است باید اجرا کننده همون صحبت ها باشه ما و شما. بسیار باور کن خیلی خیلی بی ناموسی و شرمندگی است که پدر و مادر به فرزند بی رحم باشد. پدر و مادر غم فرزند نخورد. پدر و مادر فرزند در دهانش دشنام دهد. این خیلی بی انصافی است. بعضیاش باز افتخار هم دارن وقتی میگوی که ای برادر عزیز همین بچه تو به من شکایت کرد، از بالای تو شکایت کردگی هست، همین هم نکن. وای میگوید اگر با اینها همین خیر رفتار نکنی اینا تو را گوش نمیکنن. نه، برعکس اینها تو برعکس به سر خود دشمن تربیت کرده ایستاده ای، دوست نه. السلام علیکم و رحمت الله. اکای حاجی میرزا، خداوند تنی
سالم شما را بر دوام نگه دارد. بعدا ما یک گروه جوانان و پیران یک دهه خردککی دوردست ولایت ختلان به ساختن یک مسجد 5 وقته شروع کرده ایم. مبلغ‌های جمع کرده در دست یک مرد دهه جمع می شود. بعد از چند روز آن مرد پول‌های جمع کرده را نمی‌دانیم به کجا صرف می‌کند. میگوید که پول‌ها تمام شدند، که این پول‌ها را ما از مردم این دهه و دیگر جایها با راه طلبیدن و التماس جمع می‌کنیم. الله که معلوم شده است که این مرد روی راست پول‌های مسجد را به کیسه خود می‌زند. آیا ممکن است پول مسجد را دزدیدن؟ موسفیدهای کلانسال میگفتند یک خس مسجد را دزدی در نزد خداوند جواب میگویی. از شما خواهش دارم که با ما این نقطه را فهمانید و در حق ما دعا کنید که ما زود و سبک این کار خیر را انجام دهیم. جوابش را این جمعه گویید که در کسیت ثبت شود و این مرد شنود، زیرا که به شما اعتقاد دارد. بسیار اعتقادهای ما را میگن به تو اعتقاد دارد عرق میخورد، به تو اعتقاد دارد زنا میکند، به تو اعتقاد دارد ای مسجد پولش میدزدد. هیچ خیلی اعتقاد است. و کسی به ما اعتقاد دارد، به ما اخلاص دارد، تا امروز هیچ کدام او را ما به عرق نوشی و او را به زناکاری و او را به آدم کشی و او را به دزدی هیچ وقت دلالت نکردیم. برعکس از اینها ما اونها را باز داشتیم. این اعتقاد ندارد، دروغ میگوید. اگر این اعتقاد می داشت این جنایت وزنین دست نمیزد. در هر یک مسجدی که اگر دزدی برپا شد او مسجد آباد نمی شود هیچ وقت. هر یک مبلغی که از شما می آید الحمدلله که وقتی که جای خودش در صرف می شود همون کار فیض دارد، برکات دارد. برای همین این کسی که البته پول مسجد خیانت میکند، پول مسجد مثال گویم در هر جایی که خواهد صرف میکند، این دور نارفته البته جزای اینو میگیرد، جزاش میگیرد. در مردم تاجیک ما و شما یک مثل است که میگن که دزدی و غریب پس همون نجاست خر است. مقصد نجاست خر چی را میپوشاند؟ روز از روزها او دزدی و آشکارا میشود، روز از روزها شرمندگی او البته در بین مردم اعلان می شود. به این خاطر البته خیلی جنایت وزنین است و بسیار خوب می شود که وقتی همون آدم که معلوم باشد پس باید از مسجد پیشش کنین. از مسجد پیش هم که نکردین همون مسئولیت از گردن او بردارین. تمام یک آدم با خدا ترس ایماندار ده همین وظیفه را سپارین، انشاءالله همه مسجدتان هم آباد می شود، همه دهتان هم آباد می شود، همه کاراتان به خیر انجام می یابد. بسیار از یک برادر دیگر بر من شکایت کرد که در محله ما وقتی که همین سوم جمع کنی در جنازه می شود، همون پیشوایی که داریم قریب 50% همون پول می گیره. چخیلی کنیم؟ آخه من گفتم من نه یگان سوتم، نه پرکرارم، نه یگان قاضیم، او را اهل محله حل میکنه. میبینین همون را که مثال دیدین در همین حالت در بین مردم در کار شود، همون کیسهاش برآورده مثال در بین مردم گوین که اینه مرحمت، اینه برادر ما پیشوا اعتقاد کرده مثل همون سلمان فارس. وقتی من جمعه گذشته اسقف ده وقتی که آمد شاگرد استاد، وقتی از دنیا گذشت چیکار کرد؟ مردم آمدن پیشوا دبدبه خواستن جنازش کنن، گفت این پیشوای شما خیانت کردگی است. گفت چی خیانت؟ گفت پولایی که از شما میگیری برای دادن مردم و یا ذخیره کردگی است. وقتی میکاون 7 صندوق پر طلا هست، یعنی هیچ پول چیکار نکرده است، به کسی نداده است. مردم چی حکم کردن؟ و یا همون مردش در دار کشال کردن، سنگسارش کردن، گفتن تو را هیچ وقت ارزنده خاک نیستی. مقصد ما اون چنان هم که نکردیم همون مسئولیت از گردنش میگیریم، بلکه یک آدم ایماندار دا میگذاریم. انشاءالله مسجد ما هم بعد آباد میشود. بسیار از این گونه مسلمانایی که بیچاره نام مومنی و مسلمانی دارن با این عملها چنگ زننده هستند. السلام علیکم حاجی میرزا، من یک نفر مخلصی اشدی شما از شهر پنجکین، از شما 2 سوال دارم از نام بعضی از ملاهایی که از برای این مسئله بحث های زیاد میکنن ولی به خلاصه اساسی نمی آیند. من از شما درخواست میکنم که این 2 مسئله را با پررگی فهمانید
تا با واسطه کسیت گوش کنند و با توقف آیند. یکم سوال این است که در دهات کوچک که دارای 40 یا 50 از این زیادتر یا کمتر نماز جمعه میگذارند، نماز جمعه درست می شود یا اینکه نماز احتیاطی خوانده شود؟ سوال دوم این است که معاویه ابن ابو سفیان که به حضرت علی دشمنی داشت و جنگ ها میکرد، با سبب دشمنی که با خاندان پیغمبر میکرد، حتی در بعض تاریخ ها آمده است که به فرمان معاویه امام حسن مجتبی را زهر دادند. آیا ما اهل سنت و جماعت حق داریم که معاویه را ناسزا خوانیم یا مانند بعضی ملاهایی که در حق او لعنت میگویند؟ در این باره شما چی میفرمایید؟ جوابش را انتظاری. با احترام یک نفر مخلص ارشدی شما از شهر پنجکین. برادر عزیز، ما در حق معاویه هیچ وقت لعنت گفته نمیتونیم، زیرا وی صحابه پیغمبری خدا بود. اگر چنده که وی با علی جنگ داشتن، اگر چنده که بعضی روایت ها امام حسن هم که از دست ایشان زهر دادگی باشد، اگر چنده که از دست فرزند او یزید امام حسین هم کشته شده باشد، لیکن وی صحابه پیغمبر بود. ما هیچ وقت ولا تصبن احدا من اصحاب حبیب خدا تاکید کردن هیچ وقت صحابه های مرا دشنام ندهید. خوبن چی گونه ای که هستن نیستن، ما البته به البته به آنها دشنام نمیدهیم و ناسزا هم نمیگوییم، بلکه میگوییم خدا همه اونها را رحمت و مغفرت کند. حکمت او را خدا خودش میدانست. لیکن در دهات هایی که گوییم کوچک هستند و نماز جمعه را برپا میکنن و بعد اون نمازهای باز احتیاطی میخوانند، اصلا در همون بعض جایهای هستن که نمازهای جمعه میخوانن بعدش باز فرض احتیاطی پیشین میخوانن. این درست نیست. وقتی ما و شما فرضهای احتیاطی را خوب میشود که ترک سازیم. احتیاطی گفتگی نماز وجود ندارد، اگرچه بعض فقهای ما و شما گفتن، لیکن خدا رحمتشان کنه در زیر این گوگیم عباره ها و جمله ها یگان سند وجود ندارد. و این خاطر بهترین صورتش همین است که ما فرضای احتیاطی را از بعد جمعه نخوانیم. وقتی فرض احتیاطی میخوانی تماما جمعه را نخوان، یا میخوایی که جمعه خوانی فرض احتیاطیش ترک کن. یک نماز همین در روز جمعه به ذمه ما و شما فرض است و خلاص. لیکن در دهات نماز جمعه فرض نه آمده است. از این خاطر لیکن آمده اگر ادا هم که کنن جمعه را گویم در شهرها، این چی است؟ نمازشون درست می شود. چگونه یک آدمی که پای درد است، اگر وای نماز جمعه از گردن او ساکت است، لیکن با همون درد و مشقتش آمده جمعه را خواند، برابر ما و شما ثواب میگیرد. این چنین همون کسانی که در دهات زندگی میکنن و نماز جمعه به آنها فرض نیست، آمده جمعه را در اینجا اگر ادا کنند، انشاءالله برابر ما و شما ثواب برخوردار می شود. السلام علیکم. حضرت دام الله حاجی میرزا خداوند باز به یک سوال مراجعت کردنیم. اگر در یگان کوچه جوانی را میبینیم که دست دختر در دستش است، چی کار کنیم؟ امروز او روز با یک برادر با ماشین آمده ایستاده بودیم، در نزد همین حضرت امیرجان از قسم پسش یک بچه که تاجیک، یک دختری تاجیک همین تا راستا در آغوش گرفتگی و از یکدیگر لذت بردیستند. راستا در پیش حضرت امیرجان، در همون جایی که اطرافش یک 100 تا آدم علا که به دولت چیدگی از پول جمع کردیستند، یک کس همونا را نمیبینه. خیلی بدبختی هست، خیلی بدبختی هست. امروز اگر جوانای از شما در کوچه میبینین که یک دختر در دستی، مثال گوییم دستش در دست یک بچه است، اگر تو را خدا غیرت داده باشد، همون جوان مثال میتونی که پند موعظه کنی. چگونه که حضرت عمر رضی الله عنه خدا رحمتش کنه، تکو غیرت او را اگر امروز در این جهان ما تقسیم کنند، شاید به همه مردها غیرت او رسد. قدر غیرتی بلند داشتند که در شهر اگر مرد همراه زن یک جا می دیدن، دستی به دست نه، فقط پهلو به پهلو نشستگی یا یک ذیل قدم زنان با دره می زدن، یک دیگر را جدا می کردن.
میگفتن در کوچه تو زنی اگرچه قانونی او هم که باشی تو حقوق نداری که در کوچه دست و در دست شوهرت باشد، این در حقوق نداری، زیرا که این عمل تو با جوانها تأثیر دارد. به این خاطر امروز همون جوانی که اگر گویم دخترها را در آغوش میگیرد یا دستی او را گرفته یا میانی او را داشته و راه میگردد، وای بیچاره آدم جاهل است، وای عاقبت چه نمیداند، نه این دختر میداند نه این بچه از عاقبت چون چیزی نمیداند که عاقبت این کار چی میشود. بسیار عاشقا را دیدیم که با خودسوزی و با خودکشی رفتند، بسیار عاشقا را دیدیم که در زندان ها خوابیدند، بسیار عاشقا را دیدیم که گویم که خانه های چند آدم های حلال دیگر را باز حرام کردند. از این خاطر جوان عزیز میتونی که تو را نصیحت کنی، میتونی که وای فیراد زنی، گویی برادر عزیز همین کوچه ای که ما و شما حرکت داریم و همین نام اسلامی که در تو هست، این زیبنده نیست که تو دست این دختر بیگانه را تو در دست، اگرچه زنت باشد حتی دست زن تا داشتن این جوان مردی را نشان نمیدهد. بسیار خوب میشد، حدیث پیغمبر است اذا رأى منکم منکرا فلیغیره بیده. هر وقتای شما یک منکرات میبینین، یک کاری نادرست با چشم دیدین، با دست هاتون تغییر دهید. امروز اگر چی ما اونها را گوییم که با دستمون زده نمیتونیم، لیکن در دوام حدیث حبیب خدا چی گفتند؟ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر با دست ها که شرایطش نباشد با زبانتون اونها را نصیحت کنید. و این لم یستطیع، اگر با زبانتم که نتوانستی فبقلبه و ذالک اضعف الایمان، با دلت ویا بد ببین، لیکن با دل بد دیدن این نشانه ضعیفی ایمان ما را نشان میدهد. به این خاطر امروز ما میتونیم همون جوان پسرها همش بچه های ما و شما هستند، همون دخترکا همش خواهر و دخترای ما و شما هستند، همونا را میتونیم فریاد زنیم که ای خواهر عزیز همین عشق بازی تو داری، من تو را به خدا قسم میخورم آینده نداری، تو الک گویم زندگی حلال پاکیزه را دریاب کرده نمیتونی، آینده تو فرزندای سالم و صالح به دنیا آورده نمیتوانی، تو دیگر مادر اساسی شده نمیتوانی، تو در بین چشم اینقدر مردم، در بین مردم آشکارا زنا داری، این زنای دست است، این زنای چشم است، تو داری این از آیندت فکر نمیکنی. اگر وی تو را دشنام دهد در هر یک دشنامش 100 ثواب از نزد الله میگیری، اگر تو را دشنام دهد. لیکن انشاءالله من باوری دارم از بین همین 10 همین عاشقای بی عقل شاید 1 یا 2 نفر شما و شما را دشنام دهد، لیکن اکثریتش انشاءالله قبول میدارن. برای همین انشاءالله شما میتوانید، اونا همش فرزندای ما و شما هستند، حق داریم که اونها را نصیحت کنیم. حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خدا رحمتش کنه در فتواها میگد که اگر به پیش قماربازها گذشتی قماربازها را سلام بده. ببین قماربازی حرام است، وقتی میگه تو سلام میدهی و وقتی که به تو جواب میگرداند، یعنی حداقل 1 لحظه از همین کار حرام دور میشود کو. به این خاطر ما میتونیم که همون را 1 لحظه فریاد زنیم، هر دی اونا را نصیحت کنیم. پدرها و مثال کدام کلانترایی که هستین اونا را دیدن پس دشنامشان نتین، بلکه اونا را فریاد کردن نصیحت کنیم، انشاءالله خوب میشوند. السلام علیکم اکای حاجی میرزا، درباره سلام دادن شرح وسیع دهید. ما یک گروه مخلصان شما از شهر باستانی خوجند هستیم، التماس بسیار ضرور است. این چنین درباره شخصی که قهری میکند با برادرش، انشاءالله من این برادرها قطعا حتی تلفنی صحبت داشتم، جمعه آینده من مفصلا در اطراف سلام دادن، سلام چگونه باید باشد، از جانب کی باشد، چی اجر دارد، انشاءالله صحبت میکنم. السلام علیکم اکای حاجی میرزا، 3 سوال دارم. حضرت ابراهیم یهودی بود یا که نصرانی؟ در آل عمران، سوره آل عمران خداوند ما کان ابراهیم یهودیا ولا نصرانیا، خدا گفت ابراهیم نه یهودی بود نه نصرانی بود، بلکه چی بود؟ کان حنیفا مسلما و ما کان من المشرکین.
وای مسلمان بود میگوید، وای خالی از یهودی و نصرانی بود، وای حتی مشرک نبود، وای خلیل خدا بود. حضرت عیسی آدم را زنده میکرد، آیا تلخی جان کندن را و عذاب گور را نقل میکرد یا نمیکرد؟ بله میکرد. همسایه های ما در مگنیتوفون شعر میگذار، بیت میگذارند، هر خیله در خانه او جین و شیطان داخل میشود یا در خانه ما. این را پره به ما فهمانید. البته در همون خانه هایی که گویم امروز با صداهای بلند مردم آزار میدهند، این بسیارتر در همین سکسی ها وجود دارد، ولی در خانه های محلی الحمدلله که اینا باشه هم کم است. لیکن در سکسی ها میگذری، همین خانه ها در مگنیتوفون ها با تمام آواز گذاشتگی هنگی یک گویم که یک همسایه را میفارد نمیفارد، اون برای او هیچ فرقی ندارد، با تمام آواز همون مگنیتوفون بلند کردگی هست. البته آن خانه ای که از این گونه گویم نغمه و نغامات خالی نباشد، اون خانه را خانه جین و خانه شیطان میگویند. اونجا هیچ وقت ملائکه رحمت داخل نمی شود. افسوس که ما همین مسئولیت گوش و چشم ها را نمیدانیم که خداوند این چشم ها و گوش ها هر کدامش وظیفه دادگی است که اینا امروز محروم ماندند از اجرا کردن گویم وظیفه های خود، از گوش کردن آیت قرآن موعظه. این گوش ها دور ماندند. همین توی هایی که میکنن گویم که بجان میآیم تا ساعت 1 شب و 2 شب و 12 که هیچ حیا و شرم ندارد، هیچ گویم حق یک برادرش پایمال میکند، همینش کفایت نمیکرد که باز با مگنیتوفون ها گویم گوشی مردم میبرین. شما حق دارین رفته همون همسایه رو تق تق کنین برارین، بگو بگذار بیار زن تا گودک تا دخترات تا همه تا جمع که در همین خانه بیمان همین مردک او دیگر رقص و بازی کردن، تریزات تا بپوش، ما در لازم نیست. شما حق دارین اینده. السلام علیکم اکای داملا حاجی میرزا، اگر در بالای قبر یک زیباگی که همگی 150 سامانی را تشکیل دهد آیا جایز هست یا نیست؟ بالاهای قبر ما چند بار گفته بودیم که باید که زیباگی نداشته باشند، بالاهای قبر باید گچکاری نداشته باشند، بالاهای قبر باید عمارت نداشته باشند. فقط که این در صحیح بخاری وجود دارد، حضرت عثمان ابن مزعون یکی از صحابه های پیغمبر خدا وقتی از دنیا گذشتند، حبیب خدا یکی از صحابه ها را گفت که بالای قبر ایشان دا بیار یک سنگ بگذار. وقتی میگوید این صحابه پیغمبر رفتن اون سنگ برداشتن نتوانستند، حبیب خدا خودشون رفتن، سنگ که خیلی کلام بود، حدیث خیلی طولانی است، من همون جایی که به همین سوال گویم مناسب است میگویم، همون سنگ برداشتن آورده در راست سر یمین حضرت عثمان ابن مزعون گذاشتند و گفتن این نشانه هست از برادر ما عثمان ابن مزعون و اهل عیالم را در پهلوی این حضرت عثمان ابن مزعون دفن میکنم. گفتن حبیبی خدا. و این خاطر ما میتونیم که یک سنگ که در او حتی نوشتجات نباشد، سنگ خالی باشد، آورده و در بالای قبر گذاریم، این بهترین صورتش انا همین است. از این ریشاتکه و از این گویم چوکاری ها و از این عمارت هایی که بالای قبر میکنیم، اینها را در اسلام رخصت نیست، اینها را بلکه از جمله اسرافیات میگویند. خب همین سوال آخرانه میخوانم. السلام علیکم اکای حاجی گرامی داملا حاجی میرزا، به یگان وصف و تعریف شما برای مردم شریف کلاب نعمت ارزنده اید اگر این مردم این را فهمد. من تکسیس یا مسافرکش در شهر دوشنبه ام، بسیار وقت کارهایم بیقرار بود، پیش فالبین و کتابکشا و خار و نعل و هر گونه نوشتجات ها را با خود داشتم، ولی که روز به من کسیت دادن از شما را گوش کردم بسیار خوشم آمد. مرا پس از نمازهای شب خواندم و خدا را همیشه زاره کردم، همه کارهایم بهترین شد. لیکن باز میخواهم که به چی کار دست زنم که خدا مرا از چشم بدبین ها و دشمن ها نگه دارد. خدا را زاره میکنم که 10 سال حیاتی مرا به شما دهد که
خدمت شما ضرور و بسیار است. خدا عمر خودت به خودت نصیب بگردانه. خب این برادر ما خیلی برادری گویم یک زمان جهالت گذرانیدن و باز به یک زمان خیلی بهبودی آمدن که فالبین و کتاب کشا و خار و نعل و گویم هر گونه شرکیات در چنگ بیزد فکر میکرده است که کارام همین ها در کشایش پیدا میکند. از روز نماز تهجد میخواند، از روز خدا را زاره میکند، بهبودی در حیاتش پیدا شده است. باز میخواهد که برای چی چشم دشمن ها و چشم سحرگرها نجات یابم چیکار کنم. اینجا در من یک حدیث را برای شما میخوانم که از عبدالله ابن خبیب است. حضرت میگوید که حبیب خدا برای من گفتند اقرا قل هو الله احد و معوذتین 3 مرات حین تمسی و حین تصبح. حبیب خدا گفتند، میگوید حضرت عبدالله ابن خبیب میگوید حبیب خدا مرا گفتند 3 بار سوره اخلاص بخوان، قل هو الله احد، 3 بار سوره فلق، 3 بار سوره ناس بخوان. قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس 3 بار بخوان و چیکار کن؟ هر بیگاهی و هر سحر و اینها را در دستت با یک شمالی عادی، یک شمالی گویم که ساده با دستات پوف انداز و این در بدنت بمال. گفتن همین تو را از همه چیز نگه می‌دارد. این بهترین گویم نجاتی که برای ما و شما لازم باشد. خوانین سوره اخلاص، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس 3 باری در دستاتون دمید و در تمام بدنتون مالید. انشاءالله در حدیث چی گفت حبیب خدا؟ تکفیک من کل شیء، کفایت میکنه تو را از همه چیز. این حدیثی صحیح است، هم ابو داود روایت کرده است، هم ترمذی روایت کردند. و این خاطر بهترین صورتش دادرای عزیز ان همین است. حضرت عثمان چی گفتند؟ ما من عبد یقول فی صباح کل یوم و مساء کل لیلة بسم الله الذی لا یضر مع اسمه شیء و هو السمیع العلیم 3 مرات الا لم یضره شیء، رواه ابو داود و ترمذی. انا اینم اگر شما بسم الله الذی لا یضر مع اسمه شیء و هو السمیع العلیم، انا امینم 3 بار اگر خوانین و در بدنتون دم اندازین، این شما را از همه جادو و از همه کارهایی که بند کردگن همش انشاءالله دور می شود و کارهای شما کشاده می شود. این از بهترین طبابت برای همه ما و شما بندگان خدا. انشاءالله سحر که خیستی همین 3 باری بخوان، در دستان بدمین، در تمام بدنتان مالین. شبم که خواب کردنی شدین انا همین ها را در دستاتان خوانین، در بدنتان مالین. از ضرر جین و از هر ضررهایی که خداوند دارد خدا شما را نجات میدهد. دیگر نه نل بکاو، نه خار بکاو، نه قلنفر بیارو، نه گویم فلان و فلان. اینا هیچ حاجت به اینها نیست دادرای عزیز. اینا هیچ کدامش کشایش و بلا را دور میکردگی نیستند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. السلام حاجی مرزا، از نام یک اپه اسلامی شما از معاش نفقه هم هدیه شما را خدای تعالی دائما نگهبان باشد. آمین. خدای مهربان این خواهد یا اپه ما هم 5 سومانی روان کردن هدیه که در حقشان دعا کنیم از نفقه شان بوده است. خدای مهربان این اپه اسلامی را باز هم توفیقش زیاد و عمرش دراز و خدا از همه آفت ها نگهش دارد و بهترین مادرش بگرداند. آمین و رب العالمین. خب یک برادر از وحدت اینجا یک مبلغ آوردن از جنازه ایشان مرزا، اینجا دا باز یک مبلغ دیگر آوردن. یک برادر الحال باز یک مبلغ دیگر دادن که در حقم دعا کنید. گفتن مادر مراد از سوخاز انگورباغ که نامشون گرفته بودیم در حقشون گفتن دعا کنید. خب اپای مای کلان از پراتاپاپو یک مبلغ روان کردن. خب یک گروه زنها و چند نفر برادران اینجا در آرزو، خب از 9 میکرارن عبیدالله از خیرمن
پسری استاد سلطان دولت از قاریا در مسجد خدمت کردند. دیروز خیلی یک گروه زنها و این برادرمان آرزو و عبیدالله و همین مسجد همه را بیرون برآورده بودند، تازه کردند، روفتند برای ما و شما که در گویم به یگان گرد و چنگ نماز ما نخوانیم. در حق آنهایی که در محله برای برق خدمت کردند، خب سنگ و عبدالله در حق پدرش یک مبلغ دادن، دعا کنید. فرخ برادر مادر و پدرش گفته در حقشون دعا کنید. بابای استاد شریف مهمان بوده است، اینجا یک مبلغ دادن، در حقشون دعا کنید. در حق آنهایی که در ساختمان مسجد کار میکنن و در صندوق خیریه صدقه میکنن. و اینجا یک برادر دیگر با نام عبدالله هم یک مبلغ روان کردن که در حق من دعا کنید. انشاءالله همیشه ما در حق این برادرها دعا کننده هستیم. خدای مهربان این خیر احسان هاشون قبول بگرداند و خداوند به این مبلغ هایی که روان میکنن برای آبادی این مسجد، خداوند بهترین کوشک ها را در جنت خدا برای اینها آماده بگرداند، عمر دراز و خاتمه بخیر نصیبشان بگرداند. آمین و رب العالمین. روز یک شنبه خدا خواسته باشد از ساعت 8:30 تا 9 عید قربان میخوانیم. پیش از عید قربان آمدن باز همان غسل کردن، خب لباس های تازه را پوشیدن و چیزی نخوردن تا عید قربان که اگر نگذرانیم ما و شما چیزی خوردن نمیتوانیم. بعد عید قربان انشاءالله ادا کردیم، بعد رفته چیکار میکنیم؟ از خوراک چیزی میخوریم، خوشبویی ها استفاده میبریم و بعد عید قربان رفته قربانی هامون ذبح میکنیم. پیش از عید قربان قربانی را ذبح کردن جایز نیست. و تکبیر و تشریق کی میشه؟ تکبیر و تشریق از فردا از سحر تکبیرها را بعد نماز گویین. پس 23 نماز تکبیر و تشریق واجب است گفتنش. اینا فراموش نکنید که همون تکبیر و تشریق الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. امام میگوید نمیگوید باید که اگر امام فراموش کرد شما به یادش بیارین، امام اگر نخوان شما خوانین که این وظیفه همه ما و شما خواندنش واجب است. یک بار پس هر یک نماز 23 نماز، روز شنبه، یک شنبه، دوشنبه، سه شنبه 20 نماز، روز چهارشنبه تا نماز عصر ما و شما این تکبیر و تشریق میگوییم. پس هر یک نماز فرض، همین نماز فرض که خواندیم الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد، اینا انشاءالله ما و شما میگوییم. اینا ثوابش من روز عید خدا خواسته باشد برای شما باز زنده و سلامت باشم میرسانم. خب عید قربان روز یک شنبه قید کردیم.